سلام و درود، چطوری بچه‌ها؟ من مهرادم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیویی که توی این چنل آپلود میشه. بدون معطلی میرم سراغ ویدیو، بریم که داشته باشیم. توی این ویدیو قراره در مورد روندی که قرار طی کنیم و کلا کارهایی که قرار انجام بدم یکم توضیح بدم. برگردم به چند سال پیش خودم. خیلی من اون سالا علاقه داشتم که بیام توی یوتیوب و تولید محتوا کنم، اما مسیرهایی که رفتم جالب نبود، یعنی مورد سلیقه من نبود. وارد عرصه گیم شدم که به علت نداشتن وسیله‌اش کلا پرپر شد و بعدش هم فهمیدم مثلا علاقه‌ای بهش نداشتم. بعد وارد حوزه فان شدم و تولید ویدیوهای فان و اونم دیدم با سلیقه من جور در نمیاد. من خیلی بیشتر دوست دارم یک کار خیلی مفیدتری انجام بدم. بعد این روند همینجوری طی شد و دیدم موضوع پیدا نمیشه تا همین چند وقت پیش که این موضوع بهم گفته شد و حس کردم واقعا موضوع خوبیه. من چند ساله که بودن 4-5 ساله که وارد حوزه‌ای شدم به نام رشد فردی و بهبود سبک زندگی. دارم توش مطالعات زیادی انجام میدم، کتاب زیادی میخونم، با افراد زیادی کار میکنم و کم کم دارم یه مقدار تجربه دست میارم، یکم دارم بهتر میکنم سبک زندگیمو، یه مقدار خیلی کمی پیشرفت کردم و وقتی وارد این مسیر شدم الان حس میکنم که دیگه میتونم یه مقدار توضیح بدم، اما هنوز از لحاظ مالی به استقلال مالی نرسیدم. اما چیزهای دیگه‌ای هست که خیلی قابل دیدن نیست، اما خودم میتونم درکش کنم. دیدم که دارم پیشرفت میکنم و این مسیر خیلی جای کار داره. گفتم هر چه زودتر بیام این مسیری که دارم طی میکنم رو، اون قسمت‌هایش رو که میتونه به درد بقیه بخوره، به درد تولید محتوا بخوره، جایش که ارزشمنده، جایش که این نکته خوبی داره که از چشم مثلا پوشیده شده و کسی زیاد بهش دقت نکرده، یا تجربه‌هایی که به دست میارم، سوالایی که برام پیش میاد، اینجور مسائل رو بیام ویدیو ضبط کنم براش و اگه تونستم توضیح بدم، اگه نتونستم از کس دیگه بپرسم و بذارم توی چنل و هم تولید محتوا بشه. چون الان اینترنت بهترین بستر برای کار کردنه. الان بیشترین فروش ها، بهترین کارا توی اینترنته. دنیای اینترنت شده. پس هر چه زودتر باید وارد این حوزه میشدم و این موضوع اسمش موضوع ارزشمندی. پس قراره اینجور ویدیوها رو بذاریم و تجربیاتم رو توش بگم. قرار نیست آموزش بدم، چون در حدش فعلا نیستم که بخوام به کسی آموزش بدم. قراره چیزهایی که درک میکنم و فقط توی این ویدیو، توی اینجور ویدیوها بذارم، شاید کسی کمک کنه. و یه نکته خوبی دیگه داره برای خودمه که میتونم این موضوعاتی که یاد میگیرم و بیام مرورشون کنم، چون ذهن انسان خیلی سریع یادش میره و یه جایی باشه که هم تولید محتوا باشه توش کرد، هم برای خودت مرور باشه و کلا خیلی خوب میشه. پس قراره اینجوری ادامه بدیم و خیلی خوشحالم که بالاخره استارتش خورد. الان هنوز یه سری کم کسریات داره چنل رو، باید یه مقداری بهترش کنم. اسم چنلم گذاشتم عیار، چون که حس میکنم یه حالت ارزش داره و اینجا جاییه که قراره یکم بیشتر فکر کنیم و ارزشمون رو یکم بیشتر بالاتر ببریم. همین برای ویدیو اول همین کافیه. می‌خواستم فقط یه چیزایی رو توضیح بدم که یهو وارد یوتیوب نشیم، یه مقدار توضیح باشه. همین. خیلی خوشحالم. فعلا خداحافظ.